روزه ماه شوال از کی شروع می شود؟ زیرا که اول قضای رمضان را گیرد، بعد 6 شوال را، یا اینکه می تواند که پیش از این که قضا فرمودند که 5 روزهای هستند که روزه گرفتن در آن روزها مکروهی. بعض علما اگر در ذمه‌اش قضا باشد و روزه شوال را بگیرد، اون فضیلت را در نمی‌یابد. 30 روز رمضان ضرب 10 می شود 300. 6 روز دیگر ضرب. کسی پرسیده است که روزه ماه شوال از کی شروع می شود؟ زیرا که ما همه ساله از روز دوم شوال شروع می کردن روزه گرفتن را. کسی برایمان گفت که 3 روز بعد از عید بعد شروع کنید. آیا این درست هست یا خطا هست؟ در بابت روزه های نفلی فقهای ما و شما فرمودند که 5 روزهای هستند که روزه گرفتن در آن روزها مکروهی تحریمی هستند. یکی روز عید رمضان، یک روز عید رمضان، روز اول شوال. دوم روز عید قربان و 3 روز دیگر بعد از روز عید قربان. یعنی روز عید قربان و 3 روز بعدش و 1 روز رمضان، همگی 5 روزی هستند که در این روزها روزه گرفتن مکروه تحریمی هست و روزه گرفتن در این روزها به منزله روی گردانیدن از ضیافت و مهمانی الله متعال هست. روز شوال از روز دوم شوال شروع می شود. هر کسی که گیرد به کراهیت جایز هست. روزه شوال فضیلت دارد. پیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم فرمودند: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدهر، او کما قال علیه الصلاة والسلام. هر کسی که ماه مبارک رمضان را روزه گرفت، بعد از آن 6 روز دیگر را روزه داشت، گویا که پر سال را روزه داشته است. 30 روز رمضان ضرب 10 می شود 300. 6 روز دیگر ضرب 10 می شود 60. همگی شد 360. گویا که 1 و 10 می شود 360 روز روزه دار هست. پر سال ثواب روزه در نامه اعمالش نوشته می شود. در بابت روزه شوال فقها فرمودند که شرط نیست که پی در پی باشد، کنده هم باشد بهتر هست. حتی بعضی از فقها کنده روزه گرفتن را از یک جا گرفتنش افضل قرار دادند. و اگر روزهای دوشنبه و پنجشنبه ماه مبارک شوال را هم که روزه گیرد، از همون فضیلت 6 شوال هم بهره بر میشه. مسئله دوم، اگر کسی مسافر بود در ماه مبارک رمضان به عذر سفر یگان روز افطار کرد، یا خدا نخواسته بیمار شده بود، الله متعال به فضل کرمش اکنون شفایش داد، در ذمه اش قضا هست، باید که قضای بیماریش را گیرد یا قضای سفرش را. ماه شوال داخل شد، برایش کدام راه بهتر هست؟ اول قضای شوال را گیرد، بعد اول قضای رمضان را گیرد، بعد 6 شوال را، یا این که می تواند که پیش از این که قضایش را بجا آورد روزه نفلی شوال را گیرد. علما می فرمایند که بهترین صورتش همین است که اول قضایی را پر کند، بعد شروع کند برای نفلی. علتش چی است؟ سببش می فرمایند این است که ظاهر قول رسول خدا صلی الله علیه و سلم به همین اشاره دارد که من صام رمضان، هر کسی که ماه مبارک رمضان را روزه گرفت، بعد روزه گرفتن شوال را روزه بگیرد، همین فضیلت را در می‌یابد که 1 سال گویا روزه گرفته است. نگفتیم که نمی شود، بهتر هست. برای چی؟ برای این که در نزد بعض علما اگر در ذمه‌اش قضا باشد و روزه شوال را بگیرد، اون فضیلت را در نمی‌یابد. برای همین در شریعت قانون هست که دائما انسان کوشش کند که قول را اختیار کند که همه قبولش میکنند. خروج از خلاف اولا هست گفته. در اینجا اگر قضا را ناگرفته روزه ماه شوال را ادا کند، در نزد بعضی ها درست فضیلت را مییابد، لیکن در نزد بعضی ها نمییابد.
لیکن اگر قضا را گیرد و بعد 6 روز گیرد، در نزد همه بالاتفاق فضیلتی ماه شوال را دریافته است. سوم مسئله، آیا می شود که یک انسان در ماه شوال روزه قضایی داشت گرفت، دیگر وقت نشد، یا روزه نظری داشت در ذمه‌اش نظر کرده بود، اینها را گرفت، فرصت نشد که روزه نفلی گیرد، آیا همین 6 روز قضایی گرفته است یا 6 روزی که نظر بود در ذمه‌اش گرفته است، همین از ماه شوال از همین فضیلت برخوردار می شود همین روزدار یا نمی شود؟ در نزد بعضی ها می شود، در نزد بعضی ها نمی شود. برای همین علما فرمودند که بهتر است که 6 روزی که برای شوال میگیرد این نه قضایی باشد و نه نظری باشد، نفلی باشد. البته روز دوشنبه و پنجشنبه باشد می شود، چون که روزه دوشنبه و پنجشنبه هم روزه چی است؟ نفلی است. هر روز دوشنبه و پنجشنبه در هفته 2 بار اگر روزه گرفت و در پر ماه شوال 6 روز را پر کرد، اون فضیلت را در می‌یابد. خداوند متعال همه ما و شما را با آنچه که گفتیم و شنیدیم توفیق عمل نصیب فرماید و از فضیلت و خوبی های این ماه مبارک شوال هم محروم نگرداند. و آخر دعوانا الحمدلله.